3 تکنیک روانی سیاه برای وابسته کردن آدما. 1. مطلقاً غیر قابل پیش بینی باش. یه روز گرم، یه روز سرد، یه روز خوب، یه روز بد. مغز ما طوری تکامل پیدا کرده که فقط به تغییرات واکنش نشون میده. روزی که یک نواخت شدی، روز مرگ جذابیت سکشوالت برای طرف مقابلته. 2. هینت ناخودآگاه بده، اما به زبون نیار. هینت یعنی نشونه ریز ریز رفتار، چیزی که باعث میشه توی ذهن طرف مقابل جذاب بشی. حرفایی نیست که راجع به خودت میزنی، بلکه اون کاراکتریه که اون توی ذهنش خودش درباره تو میسازه. این کاراکتر توی ذهن طرف مقابل تو با حرفای تو شکل نمیگیره، با ریز رفتارهای تو شکل میگیره. 3. گم شو بذار پیدات کنن. هر از چندگاهی کلن با دنیا قطع ارتباط کن. 1-2 روز نباش، برو تو لاک خودت. یا مثلا وسط چت کردن یهو آفلاین شو، چند ساعتی آفلاین بمون. بعد 7-8 ساعت بگو عزیزم باتری گوشیم تموم شد، شارژرمو پیدا نمی‌کردم. اگه کسی هم توی زندگیت هست که این 3 تا رفتار رو داره باهات انجام میده، خیلی مراقب باش. گس لایتینگ از رگ گردن بهت نزدیک تره. یه بار دیگه مرور کنیم.